آخوند قزوینی و قیچی کردن سخنان امام ماوردی رحمه الله. امام ماوردی رحمه الله در تفسیر خودش به نام النکت والعیون روایتی را از علی بن ابی طالب رضی الله عنه نقل می کند که اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز انسان شقی و پست مرتکب زنا نمی شد. و در ادامه امام ماوردی می فرمایند چنین سخنی هرگز از علی ثابت نشده است. اما آخوند قزوینی قسمت اول سخنان امام ماوردی را نقل می کند و به ایشان نسبت می دهد، ولی ادامه سخنان امام ماوردی که فرموده اند چنین چیزی اصلا ثابت نشده است را ذکر نمی کند. و همچنین برای شما عرض کنم النکت والعیون مال ماوردی هست. بازم اینجا میگه لولا ان عمر نهى عن المتعه ما زنا الا شقی. اکنون با هم سخنان امام ماوردی رحمه الله را ببینیم. وقال الحكم قال علي لولا ان عمر نهى عن المتعه ما زنا الا شقي وهذا لا يثبت. و حکم از علی نقل می کند که اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز انسان شقی و پست مرتکب زنا نمی شد و چنین سخنی اصلا ثابت نشده است. فلانی روایات ما را صدرش میخوانه ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن، ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن، ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. دقت کنید آقایان بزرگوار، آقایان کارشناسا، حرفی نزنید که آبرو حیثیت شما در سطح بین الملل بره. کاری نکنید که کوس رسوایی شما حتی عرشیان و فرشیان را هم مبهوت بکنه.